سلام، من اوورپلی هستم و میخوام بهتون روش جمع کردن ایجی و تبدیل اون به مینی متریال بهتون آموزش بدم. سلام دوستان، روش اول برای جمع کردن ایجی این تو قسمت ستیم بزنی آخری رو میزنیم و این بدونه اون رو میزنیم فیلیپین اوکی رو میزنیم میریم بیرون. میریم تو قسمت چهارمی. معمولا اینو که لیولشون بالاتره تو ایجی دارن. میبینیم تو این قسمت که این یکی نداره و همینطوری میگردیم. با یکی دو سال وقت بذاری روش تا شاید بعضیاش داشته باشن. حالا این یکی رو میزنیم به اون هیچی نداره، اما نگاه بعضی گرفتن. باید شانست خوب باشه. اگه یکی دو سال وقت بذاریم توی نزدیک به 1000 تا ایجی جمع کنیم. دوم میریم تو قسمت ایونت ها. گزینه اولی سومی رو میزنیم. تو این قسمت گفته باید 2 روز تو بازی بیاین، 2 روز پشت سر هم بیاین تو بازی که ما اومدیم 50 تا ایجی رو بهمون داده. تو این قسمت چالنجش گفت اینا رو باید ترجمهشون کنی و بری تو بازی میشنش رو انجام بده که 400 تا هم اینجا میده. بریم توی این قسمت، بریم اینجا توی قسمت با از اینا که جمع میکنیم، از این الماسه که جمع بکنیم بهتون ایجی و خیلی چیزای دیگه میده که من الان 300 تا اینجا جمع کردم با 200 تا اینجا که میشه 500 تا. روش سوم، بعضی دوستانمون هستن که نزدیک به یه هفته پلی ندادن، مثل این که 7 روز پلی نداده که میشه دوست قدیمی و اگه بعد از یه هفته بیاد تو بازی و با اون پلی بده بهمون یه کال ایونت میده که میتونیم باش هم با 100 تاش میتونیم مینی متریال بگیریم و با 20 تاش میتونیم 400 تا کارت ایجی بگیریم و با کارت طلایی، کارت کلاسیک و حتی این 10 تا گردونه رایگان هم میتونه بهمون بده. روش بعدی که میخوام بهتون توضیح بدم تو قسمت منشن گزینه آخری که مربوط به واو میشه که اینجا میتونید با واو پلی دادن که یکیش گفته باید یه مچ پلی بدین واو، یکیش گفته 15 دقیقه باید پلی بدین، یکیش گفته باید به سازنده اون واو که ساخته باید یه چیکنی بفرستین که 50 تا میده. و بعدش میریم تو قسمت پروفایل. این قسمت واو رو میزنیم. من لول 25 م که جوایزش به این صورته. وقتی که با بازی کردن بهتون کارت ایجی میده که وقتی به لول 30 رسیدید نزدیک به 100 تا میده که رو هم رفته یه 300 تایی میشه، شاید هم بیشتر. دوستان این آموزشی که بهتون خیلی کارت جی میده میرید میزنید به این جواب، برین تو این قسمت EXP برین روش و میتونید با بازی کردن از اینا دریافت کنید که میشه نزدیک به 200-300 تا از این کارت جیا بهتون میده. و با وقتی که سیزن باز شروع میشه کلاسیک سیزن ها میده که نزدیک به 1500 تا کارت ایجی میده. دوستان اینم از آموزش من، امیدوارم نهایت استفاده رو از این آموزش برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.